سلام به همه. این همستر نیوز است و رویدادهای اصلی امروز در اینجا آمده است. 4 قطعه از مجموعه بسیار محبوب نفت به نام بورد اپریکلاود در محبوب ترین خانه حراج جهان به حراج گذاشته می شود. ساتبیس در 18 ژوئن. قیمت بالقوه این مجموعه در حال حاضر مشخص نیست، اما ارزان ترین اپر نفت در حال حاضر حدود $48,000 قیمت دارد و میمونهایی با هستلا در گذشته میلیون‌ها دلار فروخته میشد. ایدی آزولای مجری استرالیایی به چهره یک سکه مبتنی بر سولانا به نام مادر تبدیل شده است. سکه مین تنها در روز گذشته 30% افزایش یافت و تنها یک هفته پس از عرضه به ارزش بازار به $100 میلیون رسید. و جامعه همستر ما حتی بزرگتر می شود. همستر کمبت اکنون بیش از 100 میلیون بازیکن دارد. باور نکردنی. بایننس، بزرگترین صرافی جهان، پس از یک حادثه هک اخیر یک یادداشت امنیتی برای کاربران خود ارسال کرد و به آنها اطمینان داد که پلتفرم امن است. و 2 خبر جالب دیگر، این بار از یک شرکت سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال، گالاکسی دیجیتال. ابتدا گلوکسی دیجیتال یک ویولن استرادیواریوس را به ارزش حدود $9 میلیون توکن کرد. دوم، مایک نووگراتس، مؤسس و مدیر عامل آن معتقد است که قیمت بیت کوین تا پایان سال جاری به $100,000 خواهد رسید. برای امروز کافی است. در کانال یوتیوب ما مشترک شوید و به یاد داشته باشید که همسترها قدرتمند هستند. یکی برای همه، بهانه برای یکی. فردا می‌بینمت.